می مملکت کلان گفتگیم که همون زورم نمیرسن مجبور شدم برای روی اکران دا برآمدم التماس به همتون خواهش میکنم التماس میکنم یا دستگیری میکنین مادر ما برای ما اپراتسیا کنین برادر عزیز کدامیوت که میخواین گرانیتسا شروع نار نمرو دا زنگ بزنین ایس نمرو میبره نمرو دا زنگ بزنین برادر جونو مقصد با پرگی معلوماتی پرر از اون برادر خودش بگیرین ان شاءالله که میگاتون که چی خیل میرین چی خیل میگردین میین اگه پرابلم نیست الحمدلله همه 100% چیکاپو کیه کاروچه و بعدم برادرایی که میخواین هجوما کنین برادر جونو سر دهن گوش برید اوچ کی دایسته هجوما اومدگی این درند خوفکا درو واردانا درو نایش کاش های چیکا که من حس کردم ایش کادا بیرون نمیدونم اون دان آواز خیسای ماتور اگر پاپلای نکنه اجازه چی گفتنی من السلام علیکم برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین سوخ سلامت هستین برادر عزیز چه خیلی که برادرمون در برمون دیده استین خواهش از شما میکنم مراجعت هم برادر خوب گوش کنین نگاه کنین که هم برادر در چی مشکلی غلطیدگی یعنی که چی پرابلم داره برادر جونو امیرا من از شما خواهش میکنم که برادر عزیز بی‌طرف نباشید منینیو خودتون بنویسونین لایک مونین برادر عزیز هم برادر گوش کنین التماس برادر عزیز سلام علیکم کن گپ زن به یگو میسوسن از کجا اومدی چند روز شید میوره همش گپ ز برادر سلام علیکم برادر خواهر و اپا مادر ما از شهر کراسنودار اومدم خودم در اینجا پیش بابای لنگره یا 10 روزه که همین بابای لنگره اجداد میکنم برادر ما خودم از شهر خوجاندم مرا مقدرم گپ راستش کسل وزبینه خداوند دروغ نکنه 12 سال شده اما خیلی کسل دای مادر من همه چیزو فهم وای کردم فروختم چیز کردم نو خیلی تبابت نشه بعدا که من که دکتری که یافتیم ای ترکیه 100% گارانتی اشقاطی چند تا کاغذو طراحی کردی در اوچیراد کاغذو طراحی کردم اوچیراد چند قجرات چی کردی اوچیراد 3.5 سال جدا 3.5 سال جدا کردی اوچیراد چی زنگ زدن ها مقصد خداشم سیلکه روی کردن که من دامه فلان روز تو خودت می بیایی اینم گیر بیو اینم خیر از خود اپراتسیاش خودش 300,000 ای بغاز سمالیات پرلی و ای بغاز وجود از خودش خوب گفت انا واو خودشون سیلکه روی کردم مو اینجا همون دکتر خودی مادر همین نابلودات میکنه در همون شهر خوجند همون آدم قطعی نویسندگی همون دکتر خودش نویسندگی خودش ده گفتگی که کراچه در فلان روز خیلی اوچرادی همین اومدگی ما اشا خواهش میکنم برادر و خواهر و اپا یا دستگیری میکنین همین مادر ما هم سو شاید خداوند انشاءالله پروردگار نصیب که باشه ما هم در همین یاردم همین خلق دهیم همین مادر هم که نمیفورد من دیم گپ راستش سخت زوری بعدم اومد که برای هم در همین بالی اکرام برآمده گوز دیستم برادر التماس میکنم بله برادر عزیز به حقیقی که وقتی که بالای اکران روی مادر یک چیزی هست که بعضی مادر حقارت میکنین حتی مادرای خودتون بعضی حرمت احترام نمیکنین و در می تاوی کامنتاری مادر حقارت میکنین برادر از روی تدانی خدا من یگو سومت گفتم یگو سومم بته نه کجا یا که بیو 50% شما بته یا که بیو 30% از روی تدانی خدا برادر بگو هم برادر که من اگر همین خیلی صغیره باشم بگو برای تمتع بسیار در حقم که استن یک سومون نطلبیده آدم یک سوم یک روبل نگفته که به خواست خداوند الله گفت من ترا همین کار میکنم یا همین قیاد دستگیرید میکنم گفت آدم برکه یا آدم که بابای لنگری هم که خیلی یاردم میکنه خلق تاجیکه کارتا خطای کارتا ای خودم هم هسته ای مادر هم هسته هم ای مادر تبمون تاجیکستان هم
کارتای خطا میمونه میشله با امر خدا. انا مرا بگو که در این مسئله که خودت غلطگی برادر زن فرزند داری؟ بله زن فرزند دارم. چندی؟ تولدم 91. تولد 91. برادر عزیز تولدش 91 چقدر قین است که در بالای اکران ببروی. همین برادر عزیز نگاه کنین که یور رفیق داره، دوست داره، اصلا هر یک کس براس خودش دشمن داره. ویدیوهای مادر ما در روان کن، ما ویدیوهای مادر را پیشنهاد میکنم برادرها ببینن. برادرای خوجند شما شعری نرین. ما باور که همین مردایی که روان کرده بودیم امیده همو جا هنمی تنور کردن با مرا همی خیلی رحمت بویی کردن. می تاریش نو دیدم باور که شعری نر الو برکتم تا شعرهای نر خوجند خداوند در عمر ما همو دیه را نامش فراموش کردم بچه‌های همو جا ما به خدا قسم دستم ورداشتگیم در شما خواهش میکنم برادر عزیز حداقل زورتون نرسه لایکش بمونن انشالله با امر خدا. یک برادر نیازمند، یک برادری که تجارت داره الحمدلله برادرای تجارتمند خواهش میکنم همین مسئله را حداقل کمی هم باشه یک دستگیری کنین که همین برادر مشکلیش آسان شود. البته که مشکلی را پروردگار آسان میکنه ما و شما سبب میشیم برادر عزیز. اگر گپ دیگه گفتن داری؟ همه التماس میکنم برادر و خواهر و اپا یا دستگیری میکنن همین مادر سال شود انشاءالله. ما هم همین دستگیری داریم همه وقت انشاءالله. من همین مادر که بردم سال شد همین چخیلی اپراسیا شد چخیلی شد انشاءالله ما همین اکی بابول لنگری میپرتم همین اکی بابول لنگری میپرتاید این همه بینن که چخیلی سال شدگه انشاءالله پروردگار. صبر که انشاءالله همش خوب میشه. همین صبر کرده انشاءالله با امر خدا مکافاتش پروردگار میتونه. انشاءالله هر چی که بسر آدمیزاد میوید این پروردگار انشاءالله این مشکلی را حل میکنه. هر یک درد هر یک پرابلمی که میوید این را پروردگار خودش حل میکنه. صبر که انشاءالله همش خوب میشه. برادر عزیز الله برکتتون بده سلامت باشین خداوند نگهبانتون باشه. یک بار دیگه خواهش میکنم نوار لایک کنین کامنتار بگذارین کامنتاری های خوب نویسین در حق برادر دعا کنین در حق مادرش دعا کنین خداوند مادرها را کسل نکنه. نگاه کن که مادرش که بیمار که هست از اومده است بالای اکران هر یک از براس خودش دوست داره دشمن داره هر یک از هر گپ میگن مقصد ما چیزا را درک میکنم. الله شاهده نخواهی چیکار کنیم میگه به سر فرزند آدم هر چی آید بگذرد خدا کند که پروردگار خودش ما را نگاه بداره. خدا نگهبان تو باشه برادر عزیز. اون گپ دیگه گفتن داری؟ همه یک دیگه سخت التماس باید میکنم همه یک دستگیری میکنن برادرها انشالله. خدا نگهبان تو. برادران عزیز التماس میکنم من دستگیر کنم فرزندان کار میکنم داروهای که من میخرم داروها تاثیر نکده اکن دیده برانده دخترها اپراسی افتاسیم من دستم کتک میکنم خود خدمم خیسته را وقت نمیتونم التماس برادرها یک خطان هزارتان بشمار شود دستگیری کنتان رو هر از این نماز داشته گرتان خداوند در گوشت قبول کنند. نه همسرم دستگیری میکنه فقط دست پا میکنن من خودم خیستش تقیین خورت نمیتونم در حرزی همین کسالم من افشده دستم شکستم
دستم ایمیل شده موندم به تقتان رحمت برادران عزیز دستم که نمیتونم ورزشم بسیار دیمال چای خود نمیتونم اوقاتم میخورم ندی ها فرزندم کلم خبینتم افرادم خواهد بریتم دستگیر کنتم نوی شرفی رمضان بارک شد ربنا اتنا واخلقنا نار برحمتك يا ارحم الراحمين الله